تهیه خمیر ما احتیاج به آرد 200 گرم، کره 100 گرم، آب 4 قاشق سوپخوری، نمک 1/4 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق سوپخوری که من نمک و شکر رو با آرد مخلوط کردم. الان تهیهش میکنم. بله. خب این ممکنه که خانم دروازه‌بان چون دوستان عزیز ما یادداشت برمی‌دارن مواد اولیه رو، مواد لازم رو یه بار ما تا انتها مرور بکنیم این مواد رو. حالا چه مواد میانی اگه داره نمیدونم هر چی هست یه بار مرور بکنیم بعد کار شروع بکنیم. بله. این برای تهیه خمیر بود. بله بفهمید. خب از ابتدا بفهمید آرد 200 گرم فرمودید. آرد 200 گرم، کره 100 گرم، آب 4 قاشق سوپخوری، نمک 1/4 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق سوپخوری. بله. این برای خمیرمون بود. و برای وسط تارت، برای تهیه رویه تارت، کدوی حلوایی پوره شده 200 گرم، شکر قهوه‌ای 950 گرم، 95 گرم، تخم مرغ 1 عدد، خامه 100 گرم، پودر زنجبیل و دارچین 1 قاشق چایخوری، جوز هندی 1/8 قاشق چایخوری، گردو نصف پیمانه، عسل 1 قاشق سوپخوری. همیشه گفتن و شنیدیم که هیچ جای خونه خود آدم نمیشه. هیچ جا نمیشه. آره. توی این سرمای زمستونی هم واقعا هیچ جا خونه خود آدم کنار شومینه و شوفاژ و بخاری و اینا نمیشه. این وقتا رفتن تو آشپزخونه میتونه ما رو گرم بکنه. تو آشپزخونه که خیلی خبرهای خوب هستش و قرار هست توی این آشپزخونه به اتفاق دوستان عزیزمون بریم و کلی هم اینجا خانم دروازه‌بانم تشریف آوردن و کلی قراره که قراره تارت خیلی خوشمزه آموزش بدن. امیدوارم شما دوستان عزیز با ما همراه باشید. من میرم آشپزخونه خانم لواسانی. شما آشپزخونه باشید. بله دیگه ما در خدمت شما خبر رو آماده می‌کنم ان شاءالله در خدمتتون می‌بینمتون. بفرمایید. خواهش می‌کنم دوستان عزیز. سلام بر شما. خیلی خوش آمدید. حالتون چطوره؟ خوبی نشان؟ خیلی خوش آمدید. ممنون که توی این عصر سرد زمستانی اومدین خونه ما رو گرم کردید. خوب هستی؟ در خدمت شما. خیلی ممنون. خدمت بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوارم تا این روز ساعت روز خوبی رو سپری کرده باشید. در خدمت شما هستم با شیرینی تارت کدو حلوایی که الان هم فصلش هستش. امیدوارم تهیه کنین و لذت ببرین. من شما خیلی متشکرم. به شما هم خیر مقدم میگم. خیلی خوش آمدید. میکروفون اگه بگیرید با دوستان عزیز سلام احوال پرسی بکنید. بریم سر اصل مطلب. سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. امیدوارم هر جایی که هستن شاد و خرم باشن و ایام به کامشون باشه. در خدمتتون هستم به همراه مربی و استاد بزرگوارم خانم شاهین دروازه‌بان. در خدمتتون هستیم با آموزش تارت کدو حلوایی. بسیار خوب. چند وقت هستش که در کنار خانم دروازه‌بان شما کار می‌کنید؟ تقریبا 2-3 سالی هستش که با ایشون کار میکنم. 2-3 سال. خب از روزای خوبی رو کنار هم داشتید. دروازه‌بان از اون چهره‌های و در کنار شما یه خانم جوان میدونم خیلی خوب میتونید از تجربه ایشون استفاده بکنید. مواد اولیه رو میفهمید؟ بله. برای تهیه خمیر ما احتیاج به آرد 200 گرم، کره 100 گرم، آب 4 قاشق سوپخوری، نمک 1/4 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق سوپخوری که من نمک و شکر رو با آرد مخلوط کردم. الان تهیهش میکنم. بله. خب این ممکنه که خانم دروازه‌بان چون دوستان عزیز ما یادداشت برمی‌دارن مواد اولیه رو، مواد لازم رو یه بار ما تا انتها مرور بکنیم این مواد رو. حالا چه مواد میانی اگه داره نمیدونم هر چی هست یه بار مرور بکنیم بعد کار شروع بکنیم. بله. این برای تهیه خمیر بود. بله بفهمید. خب از ابتدا بفهمید آرد 200 گرم فرمودید. آرد 200 گرم، کره 100 گرم، آب 4 قاشق سوپخوری، نمک 1/4 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق سوپخوری. بله. این برای خمیرمون بود. و برای وسط تارت، برای تهیه رویه تارت، کدوی حلوایی پوره شده 200 گرم، شکر قهوه‌ای 950 گرم، 95 گرم، تخم مرغ
1 عدد، خامه 100 گرم، پودر زنجبیل و دارچین 1 قاشق چایخوری، جوز هندی 1/8 قاشق چایخوری، گردو نصف پیمانه، عسل 1 قاشق سوپخوری. بسیار. این هم برای مواد میانی تارت بوده. بسیار. بعد الان شما آرد و نمک و شکر و کره. آرد، نمک، شکر و کره رو با هم مخلوط میکنیم. بله. 4 قاشق هم که اینجا به خاطر گرما آب شد. یعنی به دمای محیط نرسه؟ نه باید سرد باشه. حتما بایستی آرد و کرمون حتما باید سرد باشه. حتی آبمون هم باید سرد باشه. آها بسیار خوب. معمولا یاده برید. خانم دروازه‌بان بیرون هوا سرد بود. بعد آدم وقتی از هوای سرد میاد توی خونه معمولا مادرای مهربون این چیکار میکنن؟ بلافاصله بچه‌شون رو مهمان یه چای گرم میکنن. بله. اما شما اجازه میدید من یه چای بفرمایید. ممنونم از شما. یه عصر ایرونی میشه. دست شما درد نکنیم. متشکرم. این مربای زرش. دستتون درد نکنه. متشکرم. بدید من به خاطر اینکه دست شما درد نکنه. متشکرم. جای شما خالی. دوستان عزیز. مواد میانی. الان برید سراغ مواد میانی. بله برای مواد میانی شکر قرمز داشتیم، پوره کدوی حلوایی، خامه، سفیده و زرده تخم مرغ با هم، عسل، مرسی خانم را. خواهش میکنم. جوز هندی، دارچین، زنجبیل با آردی که اضافه میکنیم. این هم به موادمون. این هم برای مواد داخل تارت. کاملا اینو با هم زن میزنیم تا کاملا صاف و یک نواخت بشه. زمانی که صاف و یک نواخت شدش، اگر دوربین نشون بده به این حالت رسیدش، ما آخر سر در مرحله آخر گردوی خرد شده رو بهش اضافه میکنیم. این مقدارش هم برای تزیین روش میذاریم. خب این از مواد میان تارت و الان خمیرش هم آماده میکنیم. خمیر ما وقتی که آماده میشه کاملا به این صورت نمیاد که انسجام پیدا میکنه. اگر که ما این دستگاه هم نداشته باشیم میتونیم با نوک انگشتانمون این کار رو انجام بدیم. زمان خاصی باید خانم دائم الحضور این خمیر رو ورز بدیم تا به این شکل در بیاد یا نه؟ نه، فقط باعث توی تهیه این خمیر فقط باعث تمام موادمون صرف باشه. زمانی که ما آرد رو اضافه میکنیم اگر این دستگاه هم نداشتیم هیچ ایرادی نداره. فقط با نوک انگشتانمون کره رو به خورد آرد میدیم تا این حالت بشه و انسجام پیدا کنه. زمانی که به این حالت رسید و انسجام پیدا کردش ما این رو در یک کیسه فریزر قرار میدیم و در یخچال قرار استراحت. بله در یخچال 1 رو تا 20 دقیقه بایستی خمیر ما استراحت کنیم. و بعد از اینکه استراحت کرد این حالت نباید به دست بچسبه. دست نباید بچسبه. به دست چسبید یعنی کجای کارمون اشکال داشته؟ آرد اضافه میکنیم. یه مقدار آرد که اضافه کنیم الان خمیرمون خوبه، انسجام کاملا پیدا کرده. اینجا در یخچال میذاریم استراحت که کردش. از یخچال بعد از 1 رو 20 دقیقه بیرون میاریم. روی سطح آرد پاشی شده به قطر نیم سانتی متر بازش میکنیم و داخل قالب پایمون پهنش میکنیم. بسیار که آماده شیارهایی هم حتما باید داخل قالب پای ایجاد کنیم به خاطر اینکه در زمان پخت نکنه. ما این کارو در منزل انجام به خاطر کمبود وقت این انجام شده. شیارهای
هایی هم داده شده که پف نکنه. این خمیر آماده است الان برای گذاشتن توی فر. گردو هم اضافه کردیم. این آماده است. چقدر بشه وقتی توی قالب میره؟ قطر خمیر نیم سانت. بله، با بردن نیم سانت به قطر نیم سانت باز میکنیم. بسیار خوب. به مدت 1 ساعت در طبقه وسط دمای فرمون هم 350 درجه فارنهایت یا 180 درجه سانتیگراد. نیاز هست که فر از قبل آماده شده. بله آماده شده باشه، گرم باشه بهتره. بله بعد اینو در فر ما قرار میدیم. بله در اون فر میذارم تا بسیار. خواهی در مورد از این که توی این عرصه فعالیت میکنی چه احساسی داری؟ برای شیرینی کامتون رو شیرین میکنه نه؟ بله واقعا همینطور هستش. خیلی خوشحال هستم و به این هنرم خیلی علاقه‌مندم. درود بر شما، خیلی متشکرم. خانم دروازه‌بان نازنین متشکرم از شما. ما این شهری انتهایی برنامه خدمت شما بزرگوار هستیم. آره این آماده بشید تا کنار هم یه عصرونه خیلی خوب شیرین رو بخوریم. تقدیم می‌کنیم این همه شیرینی رو به همه شما دوستان عزیز با این امید و آرزو که ان شاءالله لحظه های شما پر از شیرینی باشه و هیچ چیزی و هیچ کسی نتونه آرامش رو و شیرینی رو از زندگی شما بگیره. الهی آمین. با ما باشید با بخش متعددی که تقدیم حضور شما خواهیم کرد. که خانم نویسنی جای شما خالی. خانم دروازه‌بان نازنین به همراه خانم دائم الحضور این هنر زیبا رو آماده کردن. تارت کدو حلوایی، دستتون هم درد نکنیم. متشکرم. از فرم درآمد خیلی هم چهره خوبی داره، خیلی قشنگ، خوبم تزیینش کردین. دست شما درد نکنید. تو فرصتی که داریم اگه موافق باشید خانم دروازه‌بان نازنین یه بار مواد لازم مرور بکنیم. بله. آرد 200 گرم، کره 100 گرم، آب 4 قاشق سوپخوری، نمک 1/4 قاشق چایخوری، شکر 1 قاشق سوپخوری. این مواد خمیرش بود. مواد میانی: پوره کدو حلوایی 200 گرم، شکر قهوه‌ای 95 گرم، تخم مرغ 1 عدد، خامه 100 گرم، پودر زنجبیل و دارچین 1 قاشق چایخوری، جوز هندی 1/8 قاشق چایخوری، گردون نصف پیمانه، عسل 1 قاشق سوپخوری. بسیار خیلی متشکرم. میانیش بود. خب فکر کنم وقت بکنیم که یه بار مرور بکنیم برای تهیه‌اش. بله خانم بزرگ توضیح میدن. برای کدو حلوایی که الان فصلش هم هستش، کدو حلوایی برای خانومایی که رژیم میخوان بگیرن کالری بسیار کمی داره. کاهش دهنده بیماری های قلبی عروقی هستش. برای پیشگیری از سرطان رودم خیلی مفید هستش. بسیار خوب، خیلی متشکرم از اطلاعات خوبی که دادین. اما من حالا قبل از اینکه خانم دائم الحضور نازنین از تهیه بفرمایید به دوستان عزیز بگم که این دو بزرگوار خاله و خواهرزادن، کلی هم به هم علاقه‌مندن، به هم وابستن. خاله خانوم اینقدر هوای خواهرزاده شده که من تقریبا پشت صحنه حسودیم شد. انشالله که سالهای سال خوب و خوش باشه، یعنی جمع خانوادگی شما همیشه گرم بشه. خب در خدمت شما هستیم، یه بار سریع مرور بکنیم طرز تهیه رو. تهیه خمیرمون که گفتیم آرد و نمک و شکر رو با هم مخلوط می‌کنیم. میکروفونی بفرمایید. برای تهیه خمیرمون که گفتیم آرد و شکر و نمک رو با هم دیگه مخلوط می‌کنیم، در دستگاه غذاساز ریختیم، کره و آبو بهش اضافه کردیم تا خمیرمون یه خمیر منسجمی به ما میده. اون خمیر رو در کیسه فریزر میذاریم و به مدت 1 تا 20 دقیقه در یخچال استراحت میدیم. بعد از استراحتش روی سطحی که کاملا آرد پاشی کردیم خمیر رو به قطر نیم سانت باز میکنیم و داخل قالب پای پهنش میکنیم و شیارهایی رو هم در قالب پای ایجاد میکنیم که در هنگام پخت نکنه. خیلی متشکرم، ممنونم از شما. خانم دروازه‌بان نازنین اشاره که سلامت باشید. خب باز هم شما رو ببینیم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیز که لطف کردید با ما بودید کنار این سفره رنگین اسرار انشالله که تو خونه همه شما پهن بشه و خداوند به سفره‌های شما هم برکت بده. منو هر ثانیه با جنون تو، واسه من همین خیالت هم بسه. بذار جاده ها اشتباه برن، ما که دستمون به هم
نمیرسه. شب برفی زمستانی شما قرین عشق، آرامش و مهر و محبت. از همراهی شما سپاسگزارم. مراقب خودتون باشید. شما رو به عزت منان می‌سپارم. خدا نگهدار.